سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزانی که با پیج فهیروز همراه هستن. آموزش امروز ما درباره تفاوت بین میکروبلیدینگ و میکروپیگمنتیشن. سوالیه که خیلی از خانم‌ها در دایرکت از من میپرسن. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنم این پست رو ذخیره کنید تا گمش نکنید. خب میکروبلیدینگ چیست؟ میکروبلیدینگ به کار با این قلم گفته میشه. ما با استفاده از این قلم و یک تیغی که به سر این قلم نصب شده یک سری خطوط بسیار ظریف و تار به تار در داخل ابروی مشتری ایجاد میکنیم. اما میکروپیگمنتیشن چیه؟ میکروپیگمنتیشن به کار با این دستگاه برقی گفته میشه. ما با استفاده از این دستگاه برقی و با استفاده از این سوزن‌هایی که به این دستگاه برقی نصب میشه کارهای مختلفی میتونیم انجام بدیم، مثل رژ لب، خط لب، بن مژه، خط چشم و قابوسایی ابرو. حتی ما میتونیم با استفاده از این دستگاه و سوزن تکسر خطوط تار به تار مثل ابرو هم در داخل ابرو ایجاد کنیم. اگر این پست براتون مفید بود لایکش کنید، کامنت هم فراموش نکنید. مرسی.